سلام بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 11 دکبر. گروه طالبان چند عکس جسد عثمان غازی رهبر حرکت اسلامی ازبکستان را که با گروه افراطگرای دولت اسلامی بیعت کرد در اینترنت نشر کردند. طالبان با نشر این عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی روز 10 دکبر گفتند عثمان غازی برای مخفی ماندن ریشش را تراشیده است. در یکی از این عکس‌ها جسد خون‌آلوده مردی بریش دیده می شود. بعد دولت اسلامی اظهار صداقت کردن عثمان غازی، طالبان ماه نوامبر امسال خبر دادند که رهبر حرکت اسلامی ازبکستان را برای خیانت به طالبان در ولایت زابل افغانستان کشتند. تایید درستی این خبر از دیگر منابع امکان ناپذیر است. بسیاری از اعضای این سازمان تندگرا شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هستند. مقامات ناحیه مومن آباد در جنوب تاجیکستان میگویند سعی دارند چند ساکن جوان ناحیه را که به عراق و سوریه رفته و به صف گروه‌های تندرو پیوستند به کشور برگردانند. امیرجان عبدالرحمنوف یکی از آنهاست که با همسر و 2 فرزند و برادر و پسر عمه‌اش به سوریه رفته است. عبدالرسول صمدوف نماینده حکومت ناحیه روز 10 دکبر به رادیو آزادی گفت این جوانان در خارج به دام گروه‌های تندرو افتادند. اینا در سالهای پیشین، سالهای گذشته همچون مهاجر مهنتی در مملکت روسیه سفر کرده و از همونجا به این گروه‌های افراطی با کدام راه واسطه شامل شده، از همونجا بعد از طرف سوریه و جنگ‌های سوریه و هم مردم به هم گروه‌ها شامل میشوند. مقامات تاجیکستان میگویند آنهایی که در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت نکردند و داوطلبانه برمیگردند و جوابگری جنایی کشیده نمیشوند. با گفته مقامات تا کنون بیشتر از 500 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته و به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند. مقامات تاجیکستان میگویند به مردم آسیب دیده از زمین لرزه در روستاهای دور افتاده بدخشان با چرخبال کمک‌های بشری فرستادند. 10 نفر از ساکنان روستاهای وادی برتنگ در ناحیه روشان که بر اثر زمین لرزه به سرپناه ماندند به مواد غذایی و داروواری محتاجند. در روستاهای دوردست این وادی بیشتر از 7000 نفر زندگی می‌کنند. در مجموع زمین لرزه روز 7 دکبر صدها خانه را در ولایت بدخشان ویران کرد. 2 نفر زیر سنگریزه مانده هلاک شدند. گروهی از کارگران اداره آبادانی شهر کلاب در نزد دادستانی شهر جمع آمدند و خواستند که در پرداخت معاش چند ماهه آنها کمک کنند. حدود 30 نفر از کوچرابان که به پاکیزه کردن شهر مشغولند میگویند تقریبا نیم سال است که مزد کارشان را نگرفتند. ما هر روز پیش رئیس میدویم و پیش رای برگاتمون میریم. برگات میگه که روز دوشنبه اویلک میشود. روز دوشنبه میشه بعد جمعه را بعدا میکنن. روز جمعه میشه بعد دوشنبه را. ما هر روز میریم در آب لای. نمیگه شما چیکار میکنید؟ چی میکنید؟ اویلک ما را پان میکنه. ما آو چیزی ما اویلک ندیدیم. نمیگه آدمای صغیرادارا چی میخوان یا چی میپوشن. نمایندگان دادستانی شهر کلاب به دعواگران گفتند با عریضه رسمی به آنها مراجعت کنند تا شکایتشان بررسی شود. رهبریت اداره آبادانی گفت به سبب نارسایی مبلغ نتوانستند پول کوچرابان را بپردازند، ولی وعده دادند که در روزهای نزدیک معاش این کارگران پرداخته می شود. در آستانه 20مین سالگرد قتل محیدین عالمپور، خبرنگار شناخته تاجیک در قرارگاه سفیر بریتانیا در شهر دوشنبه نمایش عکس‌های او برگزار شد. در این مراسم گفتند عکس‌های عالمپور بازگوی تاریخ تا استقلال و تاجیکستان مستقل است. سفیر بریتانیا از آن ابراز تأسف کرد که محیدین عالمپور در عین کمالات ایجادی کشته شد. دخترش در صحبت با رادیو آزادی از برگزار کنندگان نمایش اظهار سپاس کرد. من بسیار خرسند هستم که امروز خاطرات پدرم را یک بار دیگر با این عکس‌های زیباش و با این شب نشینی خیلی با شکوه یک بار دیگر روی پدرم فکر کنم شاد است. محیدین عالمپور خبرنگاری بخشی فارسی BBC را افراد مسلح در زمان اوج جنگ داخلی تاجیکستان در ماه دکبر سال 1995 در دوشنبه کشتند. 5 نفر را برای قتل او به زندان محکوم کردند.
و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.